سلام. امروز نمیدونم 11/10 اصلا من کی دارم به 5400 شد. در مورد این برد کولر با این قیافه مسخره فکر کنم سامسونگ باشه. آیسی لچش سوخته بود، عوض کردیم. آیسی نمیدونم 74 نمیدونم فلان سوخته بود ولی فن کار نکرد. اتصالیه برطرف شد. 735 از زیر بار خارج شد، گرماش دیگه کم شد ولی زیر بار نرفت. چند جام بردن تعمیر نشد. نگاه کن عزیزان من، اینجا یه پل دیودی داریم، ولتاژ AC ترانس میاد اینجا، از یه مقاومت پول اپ رد میشه، وصل میشه به یه 9013 که پالس 50 هرتز رو برای آیسی میکرو مشخص میکنه. در واقع یک روشیه به غیر از روش گذر از صفری که در اتوکوپلرهای دوبل هستن، به غیر از اینه. یعنی اومده از یه ترانزیستور استفاده کرده با چند تا مقاومت که 50 هرتز رو به این بنده خدا اعلام کنه که میکرو بفهمه که برقش وصله نیست، تو چه وضعیته، برق داره کم زیاده، آیا کمپرسور 50 هرتز هست بس کنم نکنم. اینه صحبت، اینه یعنی محافظ 50 هرتز هست. اگر اون ترانزیستور کار نکنه، 9013 کار نکنه، شما فنتون نمیچرخه. یعنی برق شهری از 50 هرتز گذر کرده، مشکل داره، دستگاه میفهمه و وصل نمیکنه، در کمال ناباوری. این مشکل رو حل کردیم، به شما یاد دادیم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. موفق باشید بچه‌ها.